در ایران اسلام دین رسمی کشور و دین 98% جمعیت آن کشور است، به طوری که 90% آن شیعه و 8% آن سنی اند. اما دیگر ادیان هم در ایران زندگی می‌کنند. متاسفانه بهائیان در ایران مانند دیگر ادیان پذیرفته نشدند. طبق شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بهائیان علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم میباشند. از انقلاب اسلامی تا به حال بیش از 200 بهائی اعدام، صدها نفر دیگر زندانی و شکنجه، ده‌ها هزار نفر از شغل، آموزش و سایر حقوق محروم شدند. از سال 1383 بیش از 606 بهائی دستگیر شدند و در حال حاضر حداقل 115 نفر از آنان در زندان به سر میبرند، عددی که در 2 سال گذشته 2 برابر شده است. اما سوال اینجاست که چرا جمهوری اسلامی اینقدر به شدت مخالف دین بهائیت است و در حال حاضر اونا چه مشکلاتی دارند؟ برای جواب به سوالاتم به سراغ چندی از فعالان حقوق بشر و سخنگوی جامعه بهائیان رفتم تا اطلاعاتی کسب کنم. خوبین شما؟ خیلی ممنون. خوش اومدین. مرسی که برای تایمی که برنامه گذاشتین. خیلی ممنون از دعوتتون. مرسی، ممنون. خب من یه سری سوالاتی آماده کردم که دوست دارم ازتون بپرسم. خب اولین سوال من اینه که بهائیت چگونه ظهور کرد و بهائیان در حال حاضر در کدوم مناطق جهان هستن که تو منطقه ایران هستن؟ دیانت بهائی در اواسط قرن 19 در ایران در یک کشور مسلمان پدیدار شد. مثل حسین علی ملقب به بهاءالله بود. پیروان ایشون رو به عنوان حضرت بهاءالله خطاب میکنن و حضرت بهاءالله رسالت خودشون رو اینجور تعریف کردن. گفتن من جدیدترین فرستاده و پیامبر از طرف خدا هستم در سلسله پیامبران قدیم که از ابراهیم شروع شد به موسی، بودا، زرتشت، حضرت مسیح، حضرت محمد و حضرت باب. و گفت من اومدم یک تعالیمی آوردم برای بهبود رفع جهان. هدفم متحد کردن ادیان و ایجاد اتحاد بین نژادها و ملت‌های دنیا هستش. خب در اون زمان که دیانت بهائی ظهور کرد، زمانی بود که دولت قاجار و پیشروان علمای اسلام بر ایران نفوذ داشتند و شدیداً این پیام با شدت باهاش مقابله شد و بعد پیامدش این بود که سرنوشت حضرت بهاءالله این بود که ایشون رو از ایران اول به زندان انداختن، بعد تبعید کردن به بغداد، بعد به استانبول و ادرنه و در آخر سر به زندان عکا که در اون موقع در زمان عثمانی در حقیقت فلسطین بود و بعد از سالها بعد 70 سال بعد به کشور اسرائیل تبدیل شد. ایشون رو در اونجا تبعید کردن و در اونجا ایشون درگذشتن. در بعد پیدایشش البته تعداد زیادی به این دیانت رو قبول کردن، برای اینکه آرمان‌های این دیانت رو در حقیقت به یک حالتی می‌دیدن که وقوع اون وعده هایی بود که اونها در کتاب های دینیشون می‌دیدن. در اون زمان تعداد بسیاری از مردم جهان من جمله مسیحیان منتظر بازگشت مسیح بودن، مسلمان ها منتظر آمدن امام زمان و برای همین این آرمان ها در حقیقت یک طنین اندازی بود و طنین انداز عقاید اونها بود و به دیانت بهائی گرویدن
البته اشخاصی که نفوذ زیاد داشتن من جمله علما و پادشاهان قاجار خب از این نفوذ و پیشرفت دیانت بهایی استقبال نکردن، خوششون نیومد و به علت تعصب، یک مقدار به علت سوء تفاهمات شروع کردن مبارزه خیلی شدید با دیانت بهایی و کشت و کشتار و اذیت بهاییان. بله، حالا ما راجع به روحانیان صحبت کنیم، علما صحبت کنیم، راجع به در حال دولت اون و حکومت اون دور صحبت کنیم، ولی دید مردم نسبت به اونا چه؟ مردم عادی. خب در زمان قدیم یک مقدار همونجوری که گفتم به این دین گرویدن تعداد زیادی، یعنی واقعا در کتاب‌های تاریخ ایران اجازه مطرح این مسئله نیست، ولی اشخاصی که خارجی‌هایی که در ایران اون موقع کار می‌کردن نوشتن که مثل یک انقلابی بود که ایران رو گرفته بود، فقط 200,000 بهایی رو در اون موقع کشتن. شما فکر کنید تعداد کسانی که به این دین گرویدن چقدر بوده که فقط 200,000 نفرشون رو کشتن. و البته تعداد زیادی هم بر اثر تحریکات و سوء تفاهمات یک تلقی غلط از این نهضت جدید رو داشتند و دارند. همیشه اگر که به تاریخ مسیحیت نگاه بکنید میبینید که مسیحیت از بستر یک فضا و بستر یهودی برخواسته و تا 2 قرن بعد از مسیح همیشه دیانت مسیح رو شعبه‌ای از یهودی میدونستن. دیانت بهایی هم به همین صورت، چون از بستر یک کشور اسلامی برخواسته، این سوء تفاهم هست که اون رو شعبه‌ای از اسلام میدونن، در صورتی که این دیانت ادعا کرده که دیانت مستقل و جهانی هستش. در حال حاضر چطور مردم فکر میکنن راجع به اونا؟ هنوز اون دید منفی، چون بعضیا به هر حال دید منفی دارن، فکر میکنین هنوز اون دید منفی هستش؟ البته هنوز تا مقداری هست، ولی همینطور که ما داریم پیش میریم به خصوص در چند سال اخیر مردم واقعا اون افتراها و دروغ‌هایی که در مورد بهاییان گفته میشد بهشون باور نمیکنن و تعداد زیادی از هموطنان ایرانی و گروه‌های مدنی حقوق بشری در ایران به حمایت بهاییان برخاستند، چه در خارج کشور چه در داخل ایران. برای همین الان یه حالتی شده که بدتر حس کنجکاوی اونها تحریک شده و میخوان بیشتر بدونن که این نهضتی که از ایران برخاسته و بقیه جهانیان به اون گرویدند چی هست، دلیلش چیه؟ برای اینکه در حال حاضر دیانت بهایی بعد از دیانت مسیحی یکی از پراکنده ترین ادیان هست. 6-7 میلیون بهایی در سرتاسر جهان هست و اینها از تمام قوم و ملیت‌های مختلف هستند. مورد حکومت‌های قبل از جمهوری اسلامی، اونا چطور در راجع به بهاییان عمل می‌کردن؟ آیا حقوق بهاییان هم اون زمان چجوری حفظ می‌شد؟ چجوری حقوق بهاییان به جا می‌اومد؟ حکومت قبل از جمهوری اسلامی در ایران حاکم بوده در این زمانی که دیانت بهایی پدیدار شده. یکی دولت قاجاره که خب پروندهش مشخصه، و دولت پهلوی. دولت پهلوی در مقایسه با دولت جمهوری اسلامی البته این شدت تبعیضات و کشت و کشتار بهاییان نبوده، ولی در اون زمان هم برای بهاییان محدودیت هایی بوده، به خصوص در اول زمان پهلوی تبعیض بر علیه بهاییان بسیار بوده. علمای دینی اون موقع هم نفوذ داشتن و سلطنت پهلوی برای خوشنود ساختن روحانیون با هر دفعه که یک مسئله سیاسی به وجود می اومده بهاییان رو به عنوان سپر بلا استفاده می کرده. مدارکی که در دست هست اون واقعه بزرگی بود که آقای فلسفی و وزیر دولت پهلوی حضیرت القدس یعنی محل اجتماع بهاییان رو تخریب کردن که از رسانه ها پخش شد. ادامه اون موقعیتی رو به وجود آورد که در روستاها در بعضی از شهرستان‌ها بهائی‌ها رو قتل عام کردن، به خونه‌هاشون حمله کردن. برای همین در زمان پهلوی هم این محدودیت‌ها بود، محدودیت‌های شغلی بود. بهائیان به خصوص حتی در اون زمان بستگی داشت که اون شخصی که مسئول مؤسسه بود چقدر این قانون رو رعایت می‌کرد. البته میگم بهائیان در مشاغل دولتی بودند، ولی
به این سادگی هم نبود، برای اینکه پرسشنامه بود، راجع به مذهبشون سوال میشد، بعضی جاها راحت قبول میکردن، بعضی جاها به سختی قبول میکردن. برای همین هیچ وقت در هیچ زمانی در تاریخ ایران بهائیان اون آزادی رو که یک اقلیت مذهبی باید داشته باشه به دست نداشتن، با اینکه بزرگترین اقلیت مذهبی در ایران هستند. بسیار عواقب بدی داشت. ما اصلا من بذار یکم برگردم عقب. ما به لحاظ فرهنگی جامعه ما فکر میکنیم که مذاهب دیگر رو طرد کنیم. همش میگیم فلانی بهائیه، فلانی سنیه. حالا خودمون نبینیم که اومدیم خارج درس خوندیم و یه مقدار درس خونده شدیم، ذهنیتمون روشن شده، تحمل عقایدمون، تولرانسمون بالاست. ولی در کل جامعه ایران یه چنین دید منفی به بهائیان و مذاهب دیگر داره و خیلی معذرت میخوام اونا رو نجس میکنیم. این به لحاظ فرهنگی. بعد و این باعث شد که حتی در قبل از انقلاب هم در دربار نفوذ کنه. حتی دربار بعد وقتا مجبور میشد که معابد بهائیان رو خراب کنه که دل روحانیت شیعه رو به دست بیاره. این از این لحاظ. بعد از انقلاب این مسئله سیستماتیک شد، یعنی قانونی شد، یعنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نهادینه شد. بنابراین تمام قوانین و تمام جو و تمام قدرت علیه بهائیان شد. بهائیان نمیتونن درس بخونن، نمیتونن وارد دانشگاه بشن، نمیتونن به اون کاری که لیاقتشو دارن برسن، دست پیدا کنن و خیلی سخت حتی زندگی کردن براشون. در قانون اساسی جمهوری اسلامی خصوصا اصل 13 حق اجرای فرایض دینی تنها به اقلیت‌های کلیمی، زرتشتی و مسیحی داده شده و سایر اقلیت‌های مذهبی به کلی از این قاعده مستثنا هستند. در نتیجه این یک اجازه را به حکومت میده که در ارتباط با بهائیان یک آزادی عملی داشته باشن و بتونن که اونجوری که خودشون تصمیم میگیرن و اونجوری خودشون تصمیم میگیرن عمل بکنن. به طور کلی من میخوام در مورد کارگران صحبت بکنم و وضعیت کارگران در حال حاضر در ایران و به خصوص از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی. از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی کارگران بهایی و افرادی که صاحب شغل بودن و صاحب تجارتی بودن در ایران به دلیل بهایی بودنشون پاکسازی شدن و از کار اخراج شدن. من یک مطلبی رو میخوندم در مورد یک فرد بهایی که ایشون در شرکت فیروز بودن که در زمینه لوازم برقی و لوازم خانگی کار میکردن که ایشون در همون ابتدای انقلاب از کارشون اخراج شدن و همراه با ایشون 500 نفر از کارگران بهایی دیگه که در اون شرکت فعال بودن اخراج شدن. بعد به انقلاب 200,000 بهایی، ببخشید 200 بهایی رو اعدام کردن و بعد شروع کردن بهاییان رو از تمام سازمان‌های دولتی اخراج کردن. دانشجوها و اساتید بهایی رو از دانشگاه‌ها بیرون کردن. در بعضی قسمت‌ها به خصوص شهرستان‌ها کودکان بهایی مورد تبعیض قرار گرفتن. تعدادی اخراج شدن از مدرسه ها. بهایانی که در شغل‌های آزاد هستند با مشکلات زیادی برخوردار هستند، برای اینکه بهشون جواز کار نمیدن، پیش پاشون موانعی میذارن، براشون سخت میگیرن. مدارک هست، فیلم‌هایی هست که قبرستان بهایی‌ها رو تخریب کردن، خونه بهایی‌ها رو آتیش میزنن. در یک دهکده‌ای به نام آول در یکی از دهات‌های ایران 50 خانه بهایی را آتیش زدن. و شما هر مشکلی که بتونید، هر تبعیضی که بخواید فکرشو بکنید برای بهاییان هست و اینها همه با حمایت و برنامه‌ریزی دولت ایران به طور سازمان یافته‌ای انجام میشه. از وقتی جمهوری اسلامی سر کار اومد عملاً حتی اون حقوق نسبتاً شهروندی که برای مردم ایران بود که حالا اونم تعریف
خاص خودشو داره، اون رو هم قائل نبود. به معنی شما اگه بهایی بودین حق نداشتین درس بخونین، حق نداشتین پاسپورت داشته باشین، حق نداشتین بگین بهایی هستین. به هیچ عنوان اگه میگفتین حتی ممکن بود به انواع مختلف اتهام بهتون بزنن، دستگیرتون کنن. یعنی بهایی بودن جرم شد و این یعنی اینکه شما نمیتونین وجود خارجی داشته باشین، به معنی نمیتونین هویت داشته باشین. شما آمار دقیقی یا تقریبی راجع به این کسایی که اعدام شدن از موقعی که جمهوری اسلامی اومده دارید؟ گفته شده حدود 200 نفر، ولی من فکر میکنم این خیلی خیلی کمه، چون همونطور که آماری نداریم برای زندانیان خود جدا از بهایی یا کسانی که اعدام شدن، برای بهاییان به این همین صورته. ولی این رو در نظر داشته باشیم، شما اگه بگین مرتباً هر سال تعداد وسیعی از بهاییان دستگیر شدن، حداقل 10 نفرشون اعدام شدن. من فکر میکنم آمار بیشتر از 200 نفره، ولی این آماری که موجوده. آماری که ما داریم حدود 115 نفر از بهائیان در زندان هستن. همونطور که گفتم از سال 2004 فقط 700 نفر، بیشتر از 700 نفر از بهائیان رو دستگیر کردن. حالا یا در بازداشت بودن، ازشون سوال جواب کردن، آزادشون کردن. تعدادی از بهائیان هستن که شاید به طور مرتب احضار میشن، بازجویی میشن، آزاد میشن، دوباره برمیگردن. یعنی زندگیشون ثبات نداره به خاطر این مشکلاتی که براشون وجود داره. اهداف جمهوری اسلامی چیه که میخواسته بهائیان رو زیر فشار قرار بده؟ خب من فکر میکنم ببینید وقتی یه دیکتاتوری هستش و این نظام ایدئولوژیکه و میاد مثل هر چیز دیگه ای باش ممانه، وقتی که قبول نداره اون مذهب وجود داره، اون به نظر اون یه بهایی و به قول خودش یک کافر فرقی ندارن. همونطور که قبول نمیکنه که یه کسی تو جامعه ایران بگه که من هیچ گونه مذهبی ندارم، شما تا حالا امکان نداره که بتونه این کارو بکنه، قبول نمیکنه و به جرم به اصطلاح کافر اعدامش میکنه. این حکم در واقع حکم به قول خودشون کافر بودن اعدام. به همون طریق هم به هر حال نگاه میکنه وقتی چیزی تو ایدئولوژیش و قانون اساسیش نیست، به معنی اون رو سرکوب میکنه. ولی اگر شما از چارچوب کلی نگاش کنید، نه صرفاً به بهاییت بودن، خب هر رژیمی که سر کاره و دیکتاتوری میخواد یه جوری مردم از هم جدا کنه، دوان نگاه میکنه ببینه مثلا شما نگاه کنه اقلیت‌های قومی، اقلیت‌های مذهبی، به هر طریق ممکن میخواد با کشتنشون، تحت تعقیب قرار دادنشون، یه جورایی اون جدا بودنم به وجود بیاره. مثلا یه سوالی که اخیراً میشد، چرا اخیراً مرتباً دارن از بلوچستان، کردستان، جاهای دیگه اعدام میکنن، چرا به این شکل برخورد میکنن؟ یه نظر این بود که به خاطر اینکه میخوان یه جورایی اون همبستگی رو وردارن که همه مردم با هم دیگه برای علیه اعدام تلاش بکنن. کلا منظورم اینه یه دلیل کلی داره و دلیل اصلیش هم قبول ندارن، اصلا بهاییت رو مطلقا قبول ندارن. من فکر میکنم فقط بهاییت نیست، راستش توی ایران به هر حال مذاهب خاصی یا مذهب خاصی غالب هستش و غیر از اون رو مطلقا قبول نداره. تاریخ ادیان رو بررسی بکنید میبینید که در زمان مسیحیت که از بستر یک محیط یهودی بلند شد، یهودیان اون زمان و دولت روم با حضرت مسیح مقابله کردن، خشونت داشتن. این یه چیز شاید طبیعی نیست ولی یه چیزی که اتفاق میفته. کسانی که صاحب نفوذ هستن به خاطر قدرت، به خاطر سوء تفاهم، به خاطر تعصب با یک نهضت جدیدی شروع میکنن به مخالفت کردن. و از این گذشته ما میبینیم که تعداد زیادی از وکلا، خبرنگاران، متفکرین در زندان ها هستن و این واقعا نشان دهنده این هستش که این دولت به آزادی عقیده و بیان اعتقاد نداره. اگر که این اعتقاد رو داشت، به هر حال بهائیان یکی از بزرگترین اقلیت‌های مذهبی هستند، در تمام دنیا هستند، هیچ اشکالی ایجاد نمی‌کنند، به هیچ دولتی ضرر نزدن، به هیچ مردم تمام جهان باشون همکاری میکنن در پروژه‌های اجتماعی و فرهنگی. پس چطور ممکنه در کشور و موطن خودشون باعث تخریب باشن؟ نقض حقوق بهائیان در ایران در چه زمینه‌ای
معمولا اتفاق میفته؟ شما اطلاعات خاصی دارین؟ خب من اطلاعات برحال من متخصص زمینه حقوق بهاییان نیستم، ولی اونجایی که اطلاع دارم تو تمام زمینه‌ها. ببینید شما اگه دانشجو باشید تو دانشگاه بدونن شما بهایی هستین فوری اخراج میشین. کارهای اداری اصولا برای کسی که بهایی اصلا بهش نمیدن. به یه معنی ازدواج یه بهایی و مسلمان یا کسی که به حال از یه پدر و مادر مسلمان به دنیا اومده اصلا امکان پذیر نیست. شهادتش هیچ چیز قبول نیست مطلقاً. حتی اگر خیلی هاشون مثلا بیزنس های خودشون یعنی حرفه‌های خودشون دارن، مغازه خودشون دارن، حتی تو اون مورد هم بازم فشار میارن. اخیراً فکر کنم ماه گذشته بود یه زن و شوهر رو دستگیر کردن، گل فروشی داشتن. به چه جرمی؟ به جرمی که اینا نجس هستن و حق ندارن گل فروشی داشته باشن و حمله کردن در واقع به گل فروشیشون. یعنی منظورم اینه از جنبه‌های مختلف. حتی شما نگاه میکنین تا اونجایی که به زندان برمیگرده، تو زندان هم تبعیض و قائل بودن. حالا زندانیان بهایی رو سایر زندانیان رو با هم میذارن. گذشت زمانی که من در زندان بودم، شاید بگم دهه 60، اون موقع زندانیان بهایی رو تو زندانیان عادی میذاشتن. خب زندانیان عادی هم قربانی این جامعه انسان، ولی هدف این تحقیرشون بود. و من یادم دقیقاً تو زندان دریای رضایی که بودم، یکی از این بهایی‌ها رو آوردن که آمپول بزنه به زندانی سیاسی، چون بالاخره دکتر بود خودش ولی تو زندان عادی بود. و پس از اینکه این بهایی خانم بهایی که آمپول زد، این زندانی که تباب شده بود رفت جای آمپول و شست، به قول خودش نجس بود. اگر شما اتهاماتی زدید و تعداد بهاییان رو گذاشتین در زندان به اتهام جاسوسی و اینا، این کودکانشون که در دبستان ها هستن چرا باید تبعیض قائل بشه، اذیت آزار بشن؟ مردگانشون چه گناهی کردن که قبرستان هاشون رو تخریب میکنید؟ و دانشجویان، این همه دانشجو، چرا اجازه نمیدید که اونها به دانشگاه برن؟ حتی موقعی که جامعه بهایی به صورت صلح‌آمیز میخواست مقابله بکنه با بی‌عدالتی و مؤسسه آموزش عالی که یک مؤسسه غیر رسمی بود رو تأسیس کرد، ولی مدرک رسمی به کسی نمیداد، فقط میخواست وقت این جوانها تلف نشه و از اساتیدی که از کار بیکار شدن استفاده بشه و این دانشجوها یه مقدار علم بتونن بیاموزن، ولی اون رو هم جلوگیری کردن، اذیت و آزار میکنن و با اون هم مبارزه کردن. همه ما عطاالله رضوانی رو میشناسیم که یکی از بهایانی بودن که اخیراً در بندرعباس با ضرب گلوله به قتل رسیدند. ایشون یک دانشجو بودن، ابتداً در دوران انقلاب فرهنگی از دانشگاه علم و صنعت اخراج شدن و نهایتاً به کار خصوصی رو آوردن. ایشون فروشنده پمپ آب بودن در بندرعباس و نهایتاً به دلیل بهایی بودن حکومت به ارگان‌های دولتی و وزارت آب در بندرعباس فشار می‌آورد که وارد هیچ مناقصه‌ای نشن با آقای عطاالله رضوانی و نهایتاً ایشون رو طرد کردن از جامعه و ما دیدیم که در نهایت ایشون به قتل رسیدن. دوره احمدی نژاد میپرسم که آیا خب دوره احمدی نژاد وقتی آقای احمدی نژاد اومدن خیلی از این فشارها 2 برابر شد و خیلی بیشتر شد. حالا راجع به جامعه بهاییان همینطور بود به نظرتون؟ فکر میکنم فشار روی بهاییان هرگز کم نشده و همین حالا هم در دوره روحانی هم کم نیست به همون میزانه. خب شما باید بالاخره یه جورایی اون رو تو جمهوری اسلامی تغییر بدین که بتونین فشار رو کم کنین، چون این یکی از به اصطلاح مبنای ایدئولوژیکشونه که حاضر نیستن کسی رو قبول کنن که از مذهب دیگه و این مذهبی نداره. من فکر میکنم به نسبت همیشه اون فشار بوده، یعنی حداقل مشاهدات من این نبوده کمتر یا بیشتر شده. یک تحول بزرگی یا واقعه ناگواری که اتفاق افتاد در سال 2008 7 رهبر بهایی ایران رو بهاییان رو دستگیر کردند و در زندان گذاشتن. امسال 5مین سالیه که اونها در زندان هستن. این در زمان آقای احمدی نژاد انجام شد. هدف این بود، فکر کردن که اگر سران بهایی رو بگیرن شاید بقیه رو بتونن ساکت بکنن، خاموش بکنن یا حالت ترس و وحشت بندازن، اونها از دینشون دست بردارن و البته مشکلات جامعه بهایی افزایش پیدا کرد در این زمان.
چرا زندانی سیاسی کاری کنیم همه زندانی باید؟ به نظر شما آقای روحانی توانایی حالا ابزارهای لازم برای اجرای وعده‌های انتخابی خود مخصوصا احترام به حقوق شهروندی همه شهروندی ایران رو داره؟ مثلا حالا راجع به بهائیان. به نظر من مطلقا نه. به خاطر اینکه چرا میگم مطلقا نه؟ چون بالاخره روحانی یکی از معتمدترین کسانی هستش که برای به اصطلاح خامنه‌ای بهش اعتماد داره. بخشی از رژیم زمان خیزش‌های سال 78 بود فکر کنم، دانشجویی کسی بود میگفت که این اراذل اوباش رو باید سرکوب کنید. در حال شما باید تو ناصیه یکی ببینید میخواد یک کاری بکنه یا نه. اون نمیتونه این کارو بکنه و نمیخواد این کارو بکنه، چون بالاخره حالا من میگم وعده‌های انتخاباتی، سوال اینه که چرا این دفعه اون با وعده‌های انتخاباتی اومد؟ چون ببین جمهوری اسلامی همیشه تو دنیا گفته ما زندانی سیاسی مطلقاً نداریم. روحانی اومد سر کار گفت زندانیان سیاسی رو آزاد میکنن. خب این یه چیزی میگه به ما که اینقدر فشار مردم زیاده برای آزادی زندانیان سیاسی، کارزارهایی که در سطح بین‌المللی هستش. خب اون مجبوره بیاد بگه من این کارو میکنم. ولی خب من فکر میکنم مردم تو ایران میدونن که روحانی نمیتونه این کارو بکنه و نمیخواد این کارو بکنه. در نتیجه هیچ تغییری نکرده از جون که اومده سر کار. 300 نفر اعدام شدن حدوداً بنابر عفو بین‌المللی و تغییری به وجود نیامده، بدتر هم شده. گزارشایی که ما از زندان میگیریم اینه که حتی فرض کن جیره غذایی زندانیان بیمار که زمانی بهشون میدادن که بتونن غذا برای خودشون درست کنن، حتی اون رو هم قطع کردن. یعنی شرایط بدتر و بدتر شده نه بهتر. آقای روحانی این ابزار و این فضا و محیط رو در حال حاضر داره. برای اینکه اگر توجه کرده باشید در صحنه بین المللی شروع کردن ارتباط برقرار کردن با کشورهای مختلف، نظریه خوش نشون دادن، مراوده، بحث و گفتگو و ایشون از این موقعیت میتونه استفاده بکنه برای اینکه مسئله حقوق بشر یک مسئله مهمی هست و این رو میتونه به مخالفانش در داخل کشور برسونه که اگر ما میخوایم روابطی با دنیای بین المللی داشته باشیم باید حقوق بشر رو بهش رعایت بکنیم، بهش پایبند باشیم. برای همین من فکر میکنم آقای روحانی هیچ بهانه‌ای نداره. الان در جو فعلی این موقعیت خوبی هست که این مسئله رو بهش رسیدگی بکنه. حالا جامعه بین المللی تا کنون در این ارتباط برای حمایت از حقوق بهائیان چه نقشی داشته در ایران؟ جامعه بین المللی نقش بسیار موثری داشته. یعنی صاحب نظران حقوق بشر این رو گفتند که اگر به خاطر حمایت سازمان‌های مدنی و سازمان‌های حقوق بشری در خارج از کشور نبود، وضعیت بهائیان و بقیه اقلیت‌ها شاید خیلی بدتر از این شد. و چون که دولت جمهوری اسلامی میدونه که نورافکن بر روی اونها هست و وضعیت بهائیان رو این سازمان‌های حقوق بشری بهش مطلع هستند، رؤسای ممالک، نماینده های مجلس با نماینده های دولت ایران وقتی ملاقات میکنن خواستار این هستن که حقوق اقلیت ها رعایت بشه. برای همین تا یه حدی اینها تاثیر داشته. ممکن بود بعض جامعه بهایی از این هم بدتر. من فکر کنم این در واقع دو بعد داره. یکی اینه که همین حالا که شما دارین با من مصاحبه میکنین و موضوع بهائیان رو انتخاب کردین، این نشون میده اون آگاهگری بین‌المللی، فشار بین‌المللی تاثیر داره. شاید شما اگه این نبود در مورد یه چیز دیگه با من صحبت میکردین و این خوبه. من فکر میکنم در سطح دنیا سازمان‌های بین‌المللی، حتی سازمان جهانی کار در رابطه با وضعیت اقتصادی بهائیان و فشاری که بهشون اومده عکس‌العمل نشون داده. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل احمد شهید خیلی از لحاظ بین‌المللی عکس‌العمل نشون داده و من فکر میکنم یه جنبه دیگه که تغییر کرده و بازم تاثیر اینه. ببینیم سالها پیش فقط بهائی‌ها در مورد وضعیت بهائیان صحبت میکردن. شما برین سایت‌های اینترنتی و نشریات سازمان‌ها و تشکل‌های سیاسی اجتماعی رو نگاه کنید،
اکثریتشون دارن در مورد وضعیت بهاییان صحبت میکنن. زندانیان سیاسی بهاییان، خود ما به عنوان کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی همیشه همه زندانیان سیاسی از جمله بهایی‌ها رو پیش می‌بریم. خب این نشون میده این چند ساله اتفاقا این فشاری که در سطح بین‌المللی اومده، آگاهگری بوده، مؤثر بوده خیلی و همین باعث شده که فرض کنیم زندانی بهایی گمنام نمونه و اسمش بیاد، صحبت بشه. فرض کنید در اتحادیه اروپا در رابطه با بهایی‌ها صحبت بشه. اما یه جنبه دیگه که من فکر می‌کنم اینجا یه مقدار نقطه ضعفه و شاید این از طرف نقطه ضعفی هستش که سازمان‌های بهایی یا اصطلاحی که به کار میبرن جامعه بهاییت داره، این هستش که خیلی رو به بیرون حرف نمیزنن. یعنی شما ندیدین که فرض کنیم یه سازمان بهایی بزرگ بیاد رو به سازمان‌ها، تشکل‌ها و مردم فراخوان بده. من حداقل ندیدم این رو. من فکر می‌کنم شاید از لحاظ روانشناسی به این بستگی داره که چون تو ایران به هر حال بهاییان مجبور شدن تو خودشون باشن، نمیتونستن حتی بگن بهایی هستن. خب از لحاظ روانی این تاثیر رو داره. حالا هم که در بعد جهانی دارن فعالیت میکنن، به نظر میاد اون سنت و شاید بگم تاثیر روانی اون وضعیت هنوز هستش. در نتیجه شما نگاه میکنین همیشه صحبت در مورد بهاییان میشه، ولی اگر مثلا فرض کنید یه روزو داشتیم سازمان بهایی بزرگی که بزرگترینشون میومد و میگفت که ما امروز اعلام میکنیم در دفاع از تمام حقوق بهاییان در ایران یا علیه نقض حقوقشون و از همه سازمان ها اعصاب میخوایم، نمیبینیم اینو و این به نظر من این ضعفه، چون این باید دو مرحله باشه. یه مرحلهش اینه که خود بهاییان، خود سازماناشون بیان جلو، فراخوان بدن، وسیع عمل کنن، ولی من فکر میکنم این بیشتر از زاویه تماسشون با سازمان‌های بین‌المللیه، بیشتر از اون زاویه است تا اینکه رو به مردم. در حالی که من فکر میکنم حمایتی که مردم برای بهایی‌ها دارن میتونه فقط تو اخبارشون نگاه بکنید. شما از 5 تا خبر میبینید 2 تاش مال بهایی هست، نقض حقوقشونه، حمله کردن بهشونه و این خیلی مثبته و فکر میکنم خود سازمان و تشکل‌های بهایی باید تو این زمینه خیلی فعال‌تر باشن که مردم رو دخیل کنن. حداقل اون جدایی که جمهوری اسلامی میخواد به وجود بیاره اینجا با هم چیز بشه. کاملا من با حرفتون موافق هستم، بخاطر اینکه باید سعی بکنن مردم رو به سمت خودشون بکشونن و این دقیقاً برمیگرده به سوال بعدی من که آیا در ایران کسانی هستن که در مورد حقوق بشر بهاییان تلاش میکنن؟ ببینید حالا اون میتونیم به صورت، اگه منظورتون به صورت حرفه‌ای و سازمانی نه، چون که خب یه سازمانی خود بهایی‌ها غیر قانونی هستند تو ایران، حالا سازمان نمیتونن داشته باشن داخل ایران، حتما زیرزمینی دارن، ولی اگر به صورت دفاع از حقوق بهاییان بگیم، من فکر کنم اکثر جوانای ایران و حتی جالب زندانیان سیاسی که از زندان با ما تماس میگیرن، خبرای نقض حقوقشون تو زندان و وضعیتشون یکی از خبراش اگر شما اینجوری حساب کنین، آره خیلی زیادن. من فکر میکنم اکثریت مردم هستن که به صورت فردی نه به صورت سازمانی و گروهی این کارو میکنن. خب کانون مدافعان حقوق بشر در ایران یک گروه فعال بودن، واقعا وکلای قابل ستایش، برای اینکه اینها جون خودشون رو در خطر انداختن. خانم شیرین عبادی رو بهش اشاره کردیم، خانم مهناز پراکن، آقای عبدالفتاح سلطانی که الان برای دفاع از حق و حقوق شهروندی بهاییان و تعداد دیگر از اقلیت‌ها در زندان هستند و واقعا باعث تأثیر هست. افراد دیگه هستند که در جامعه شناخته شدن و اونها از طریق وبلاگ ها و سایت هایی که خودشون دارن شروع کردن از بهاییان دفاع کردن. تعدادی از هنرمندان فیلم هایی درست کردن، فیلم های مستند درست کردن. یواش یواش توجه مردم جلب میشه. حق و حقوق تعداد زیادی از اقلیت ها رو در حال بهش اشاره میشد، ولی جامعه بهایی همیشه یک تابو بود و واقعا مردم ایران به خاطر دروغ‌ها و افترایی که به جامعه بهایی از سالیان قبل زده بودن مطمئن نبودن که هویت این جامعه چی هست، ولی الان یواش یواش با آشنایی بیشتر و آگاهی بیشتر تعدادی از شهروندان ایرانی و مؤسسات از حقوق بهاییان شروع کردن دفاع کردن.
چگونه فعالان مدنی و حقوق بشر در ایران حالا و ایران و خارج میتونن فعالیت‌های خودشون رو به نظر شما در مورد حمایت از حقوق شهروندان بهایی نشون بدن؟ به نظر شما چه راهی هست مثلا در ایران؟ مسئله اول اینه که در ایران باید این آزادی بیان و عقیده ترویج پیدا کنه. متاسفانه رسانه‌های ایران در دست قدرت کسانی هست که فقط اون افکاری رو که با ایدئولوژی خودشون هماهنگی داره ترویج میدن و از تمام این رسانه‌ها استفاده میکنن و حق کلام و بیان رو از بقیه گرفتن. اگر یک گزارشی هست که جامعه بهایی تهیه کرده، روزنامه کیهان که تقریبا وابسته به دولت ایران هستش حدود 200 مقاله اهانت‌آمیز، دروغ و افترا راجع به مسائل مختلف در مورد دیانت بهایی نوشته. تا یه حدی اگر که این رسانه‌ها، سازمان‌های مدنی و حقوق بشری خواهان آزادی بیان باشن، اجازه ندن که این رسانه‌ها اینطور رفتار بکنن، این خودش تا یه حدی تاثیر داره. البته بازگرداندن دانشجویان بهایی به دانشگاه‌ها خیلی تاثیر میتونه داشته باشه، برای اینکه کودکان بهایی از کودکی یاد میگیرن که نه تنها باید تحصیل بکنن برای اینکه بتونن امرار معاش بکنن، ولی از تحصیلاتشون برای خدمت به جامعه استفاده کنن و اینا مشتاق هستن که به جامعه ایران خدمت بکنن. الان وضعیت اقتصادی ایران خراب هست. خب وقتی که تبعیض هست، یک نیروی قوی محروم هست از اینکه بتونه به اقتصاد کشور کمک بکنه، برای اینکه تحصیلات عالیه نداره، برای اینکه اجازه اشتغال در مشاغل مهم که میتونه باعث خدمت به ایران باشه نداره، اینا همش عواملی هستش که به هر حال این سازمان‌های مدنی میتونن فشار بیارن و از دولت ایران خواهش بکنن که این مسائل رو رعایت بکنن و دانشجویان رو، لااقل دانشجویان بهایی رو به دانشگاه‌ها راه بدن و اجازه اشتراک در مسائل اجتماعی داشته باشه. من فکر میکنم یه نکته که هست، مثل هر عرصه دیگه، عین شما بگین که برای وضعیت زنان تو ایران یا همجنسگرایی هم تو ایران آیا در کوتاه مدت میشه کاری کرد؟ من فکر میکنم جواب برای همش اینه که از لحاظ بین‌المللی باید یه به اصطلاح همبستگی جهانی به وجود بیاد براشون. مثلا شما یه نمونه رو براتون بیارم، برای کارگران زندانی، حقوق کارگران خیلی بیشتر از هر چیزی یه همبستگی جهانی وجود داره. مثلا اتحادیه‌های خیلی بزرگ جهانی رو شما می‌بینید روز حمایت از کارگران زندانی و کارگران اعلام می‌کنه. من فکر می‌کنم از لحاظ بین‌المللی اگر بشه در هر کشوری، در هر جایی برنامه‌های همبستگی با آنها قرار بگیرید و یا سازمان‌ها و تشکلات نه فقط در خبر بلکه خیلی مسئولانه اقدام بکنن، مثلا در حمایتشون، در خبر رسانیشون، اینکه چه وضعیتی دارن. فکر میکنم این خیلی کمک میکنه که فشار بهشون میاد، چون فکر میکنم یه صحبتی هم بود که قرار بود همین حقوق شهروندی رو بازبینی کنن که اینم طبعا یکی از شعاراست، ولی صرف این که خودشون میگن ما میخوایم بازبینی کنیم این فشار رو نشون میده. اگه فشاری نبود این رو هم نمیگفتن. بنده سینا حکیمان مدت حدود 8 سال و نیم هست که الان ساکن انگلستان هستم. به علت شرایطی که داشتم نتونستم به ایران برگردم. اینجا مشغول خوشبختانه تونستم کار بشم بعد از گذراندن امتحاناتی و توی رشته روانپزشکی کار میکنم. و چه فعالیتی سیاسی در ایران داشتیم که باعث شد که شما به اینجا بیاین؟ شاید لازم هست توضیح بدم که به عنوان یه فرد بهایی توی کارهای سیاسی دخالت به اون شکل نمی کنیم برای کسب قدرت موصورت، هرچند که به عنوان یک ایرانی علاقمند هستیم که
وضعیت وطن خودمون و هموطنانمون به نهایت درجه بهتر بشه. فعالیتی که عمدتاً شاید بنده داشتم در طول تقریباً ربع قرن در زمینه حقوق ضایع شده فردین بود که این حق رو به عنوان یک ایرانی داشتم که به مراجع مختلف در سطح کشور اجرای قضای قانون‌گذاری مکاتباتی بکنم و تقاضای حقوق حق بکنم در زمینه‌های گوناگونی که ضایع شده بود، مثل کار، تحصیل، احوال شخصی، خروج از مملکت در یه مرحله‌ای که پاسپورت نمیدادن و به سمساری. درسته. بعد من حالا نمیدونم درست شنیدم ولی این کار شما زندان هم بودیم یک مدتی. بله. میشه لطفاً راجع به اون توضیح بدیم؟ اولین بار دستگیری بنده در سال 1362 بود و در اون زمان شاید بشه گفت که به صورتی اتفاق افتاد که رفتن خونه یکی از دوستان ما، خانم بنده و خواهرام اونجا بودن. بعد علاقمند شدن چون اسم بنده مطرح بود در بین مراجع حکومتی به عنوان فردی که همیشه تظلم میکردم و مکاتباتی میکردم، علاقمند شدن اون مسئولین دادستانی که بیان خونه ما رو هم بازرسی بکنن و پیرو اون با یک سری اوراق و مدارک چیزهایی که اساساً همون مکاتبات بنده بود که خودشون هم از قبل داشتن بردند و خانم و خواهرای بنده هم بردند و روز بعد که بنده از کشیک برگشتم حتی رفتم به خونه اون دوستی که اول رفته بودن، گفتن که برنگرد خونه، ولی بنده علاقمند بودم که برم ببینم اوضاع چجوری هست. برگشتم خونه و کوتاه سخن این که همسایه ما به هر حال موقعی که من وارد شدم، مسئول دادستانی قبلش وارد شده بود و وقتی که بنده داشتم بیرون می آمدم اون رفته بود بالا و حکم دستگیری رو داده بود. همسایه حکم دستگیری رو به بنده داد و بنده در راستای اطاعت از حکومت و قانون و هیچ انگیزه‌ای برای فرار نداشتم. البته رفتم به دادستانی خودم معرفی کردم. پیرو اون تقریبا حدود 4 سال و 8 ماه زندان بودم و بعدش هم البته خواهر و خانم آزاد شدن. در زندان توی ایران چجور با شما رفتار میکردن به عنوان یک بهایی؟ حقوق شما نسبت به یک زندانی دیگه که بهایی نبود چطور فرق داشت؟ آیا فرقی داشت؟ تجربه بنده در زندان چون در 3 مرحله بوده، مجموعاً نزدیک به 7 سال و حبس اول هم عرض کردم 4 سال و 8 ماه، 5 سال و 8 ماه و در زندان‌های مختلف هم بودم، یعنی زندان‌های تهران، قصر، اوین، قزلحصار، گوهردشت، زیر دادستانی بودم و زندان‌های شهرهای دیگه مثل زاهدان و اصفهان هم بودم و در این مسیر هم ممکنه کوتاه مدت، یه شب، چند شب جاهای دیگه هم بوده باشم و این خیلی متنوع بود. این که من درس بکنم همش یکسان نبود. در یه شرایطی بود که خب بنده به قول زندونی‌های قزلحصار اصطلاحی به کار بردن، گاودونی، و علت اون گرفتاری هم این بود که یه فرد بهایی به عنوان فریضه وجدانی طبیعتاً نماز میخونه یا روزه میگیره. این عزیزان مسئولین زندان در یه مقطعی از زمان سعی میکردند که جلوگیری بکنن از این موضوع
و بعد بدونی هم که رسمی بگم به نتیجه ما به ادای این فریضمون ادامه میدادیم و برای اینکه شاید زهر چشمی بگیرن بنده رو گرفتن بردن پشت در زندان. یه مدتی سر پا بودم با چشمم، بعد هم بردن اصطلاحاً گاودونی. این که گاودونی عرض میکنم این اصطلاح زندانیان هست برای اون محل، نه اینکه واقعا گاودونی باشه، این سوء تفاهم نشه. مثل یک سالونی بود که توش تخت خایل گذاشته بودن به بغل و بینش تقریبا به اندازه اینکه 4 زانو بشینی جا بود. از صبح ساعتهای 7 تا 9 شب نشسته بودیم با چشم‌بند، شب هم از 9 شب تا 7 صبح میخوابیدیم و البته حتی حق نداشتیم که اینجوری صدا در بکنیم. میگفتم مثل این که فرض کنید که صدای مرس شما اینجوری ممکنه علامت بدید. و این کسان دیگر هم بودن در اونجا که باهایی نبودن به علتهای مخصوص خودشون، ولی بنده اونجا رفتم به عنوان اینکه نماز می‌خونم. چطور زندانی دیگه با شما چطور رفتار میکردن؟ با اینکه بهایی بودین چطور باهاتون؟ مجموعاً حقیقتاً میخوام قلباً عرض بکنم که فوق‌العاده خوب و هر روز بهتر میشد. هر روز مثل اینکه میشناختن و میفهمیدن که افراد بهایی واقعاً یه جامعه هستن دنبال صلح و خیر عموم و به اون صورت دنبالش قدرت سیاسی و اینها نیستن و هدفشون این هستش که اونجایی که میتونن با اون انضباط اخلاقی که دارن ارتباط خودشون رو با دیگران تنظیم بکنن. تا اونجایی که میتونستیم سعی میکردیم، ادعایی نداریم که بدون عیب و نقص بود، ولی واقعیت این هستش که حقیقتا دوستان عزیز بهایی که اونجا بودن سعی میکردن و اونها هم به طور طبیعی میدیدن که این جامعه قابل اعتماد. خیلی از دوستان مسلمان بودن با اینکه ما در زندان بخصوص حبس اول مسئولین طوری فشار وارد میکردن که ما به عنوان جامعه‌ای که نجس هستیم تلقی بشیم. حتی دستشویمون جدا بود، کفش دمپایمون جدا بود. به قول معروف اگه می آمدیم دستا رو خوش باز میکردیم آب چکون نشه که مواد دوستان عزیز مسلمانمون نجس بشن. و اونها هم زندانیای ما اکثر قلیل به اتفاق این صحبت‌ها رو قبول نداشتن، مگر اون که نگران باشند و متهم بشن که به ما حب و محبت و علاقه‌ای دارن، مجبور بودند که به قول معروف حالت تدافعی به خودشون بگیرند یا گاهی تظاهر بکنند و مخالفت بکنند. یعنی مدت که شما تو زندان بودین، حالا در چند بعده چند نفر زندانی بهایی اون رو بود؟ خب الان مطمئنا بیشتر شده، ولی اون زمان چند نفر بودن؟ آیا آمارشون رو داریم؟ خاطر داریم؟ همونطور که عرض کردم بنده در شهرهای مختلف بودم. در یک دوره‌های شاید چند صد نفر، 500 شاید اینجوری ها هم در زندان‌ها کل ایران حتی اکثر شاید بودن، حالا کمتر بیشتر. مثلا اوائل دهه 60 ممکنه یه دوره‌ای بود که دستگیری بهائیان در سراسر مملکت رواج زیادی پیدا کرده بود و در زندان نگه داشتند. شاید اوائل انقلاب وقتی که دستگیر میکردن خطر جانی براشون بیشتر بود، ولی بعدش به نظر بنده میرسه که شاید احساس کردن که کشتن بهایی ها زیاد راهکار خوبی نیست. تغییر روش دادن به این صورت که شکنجه بکنن و تبری به زور بگیرن. باز هم شاید به نظر بنده میرسه که احساس کردن اون هم موفق نیست. به نظرشون رسید که بگیرن فقط زندان بکنن به یک شکلایی و اینجوری خانواده ها و اون افراد رو مستأصل کنن، ضمن که حقوق اجتماعی دیگرشون هم سلب میشد. بعد از این مدتی حتی به نظرشون رسید که دیگه زندان نمیخوام بکنن و یه دوره‌ای هست که بهائیان خیلی کم زندان بودن تا این اواخر.
ولی مجددا بنا به شرایطی که شاید به وجود آمده به نتیجه رسیدن که نه، این جامعه رو شاید باید باز قلق قلق کرد، یک جوری از هستی انداخت و یاران ایران رو دستگیر کردن. بعدش اون دورانایی که ما بودیم تو دهه 60 که بیشتر زندانی و تعداد قابل ملاحظه‌ای از اعدام ها در اون دوران اتفاق افتاد، بنده فکر می‌کنم گاهی به 400 500 تا هم در سطح مملکت چه بسا رسید. ولی این یه آمار غیر رسمی، غیر دقیق شخصی برداشتی بنده است. آیا کسی بودش که بقایی بود تو زندان شما با شما مثلا؟ بله، بنده که در حبس اولم که گرفتار شدم، البته خودم رو معرفی کردم، رفتم زندان انفرادی، بعد رفتم اوین. تعدادی از عزیزان ما تو بند 5 و 6 شماره 325 اگه اشتباه نکنم بودن که اون قسمت اداری قبل از انقلاب قسمت اداری اون زندان بوده، ولی بعد شده بود زندان. و اونجا ما حدود تو بندی که بنده بودم 12 نفر 15 نفر بودن. اواخر که می آمدیم یه تعدادی که آزاد شدن اون سال 67، چون من سال 62 رفتم زندان توی تیر ماه و اسفند 67 آزاد شدم. اون سال از دوستان بهایی ما از گوهردشت هم آمدن که همه رو با هم آزاد کردند. حالا با یه شرایط خاصی موقع تقریبا شاید 50 نفری بودیم که موقع تقریبا همه آزاد شدن و یه شکلی جمهوری اسلامی پذیرفتند که بابا یا باید از زندان ها بیان بیرون. و سال 67 و همه آمده بیرون، ولی باز هم بعدش ممکن البته در جاهای مختلف یه تعدادی بودن، نسبتا تعداد زندانی باقی خیلی کم شد. مرسی، ممنون واقعا برای وقت شما. سعادتی بود، در خدمتتون بودم. مرسی، ممنون. تمامی شهروندان ایرانی از هر اقلیت دینی میباید حق آزادی بیان، حق انتخاب دین، کار و تحصیل و حق کاندیداتوری برای سمت‌های مهم مانند ریاست جمهوری رو داشته باشند و این وظیفه تک تک ماست که با اتحاد و همکاری در جهت آزادی این شهروندان کوشش بکنیم.